از رقیه رو میشناسی؟ آره، دختر امام حسین 3 سالش بود، از عموش خواست که بره براش آب بیاره. آب آورد؟ نتون. میکنی اگه تو جای حضرت رقیه بودی خبر شهادت عموتو بهت میدادن چیکار میکردی؟ خیلی بد بود، خیلی ناراحت شدم. تا حالا تشنت شده؟ آره. تا حالا شده تشنت بشه مثلا آبم دم دست نباشه؟ آره. چه حسی به دست؟ خیلی بد بود، خیلی بد بود، خیلی تشنه میشدم. بعد خیلی تشنت بشه آبم نباشه چیکار میکنی؟ خسته میشم که نمیتونم راه برم. اصلا میدونی اسیر یعنی چی؟ یکی ها بگیرن زندانیش کنن بعد تا خیلی سالها تو. فکر میکنی یه روز اسیر بشی؟ نه. یکم فکر کن یه مرتبه 10 تا مرد بزرگ که با بابات هم لج باشن و دشمن باشن. نه. ببین اگه یه روز یه آقای بیاد شما رو کتک بزنه به کی میگی؟ به بابا. اگه بابات نباشه؟ یه جوری زد ای 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 قدم از در خمون. ها؟ چرا گریه میکنی؟ یه آقای بیاد بزنتت بابات هم نباشه عموت هم نباشه بابا بد اخلاقن چقدر مردای شامی به جای قلب سنگ تو دلاشون با این دستای سنگینی که دارن دلم میسوزه واسه بچه هاش. حساب کن کدکت هم زدن گشنت هم هست تشنت هم هست عموت هم نیست بابات هم نیست هیچ کس نیست 50 تا 100 تا آدم بد دورتن چیکار میکنی؟ به چشمان میگم اصلا فکرشم وقته خیلی همون گریه میکنی؟ الان رقیه رو بهتر شناختی نه؟ پسر در سایه